داستان کال آف دیوتی مدرن وارفار 2 چند سال پس از نسخه اول آغاز میشد. مرگ زاخایف نه تنها جنبش ناسیونالیست روسیه را از بین نبرد، بلکه آنها را بیش از پیش قوی کرد، در حدی که آنها حتی کنترل کل روسیه را در اختیار گرفتند. بازیکن در بخش قابل توجهی از بازی کنترل عضوی از نیروهای ویژه به نام روچ را ایفا می کند. صبح مکتاویش از نسخه اول به عنوان افسر ارشد روچ حضور دارد و از اواسط بازی هم کاپیتان پرایس محبوب به بازی برمیگردد. از دیگر شخصیت‌های قابل توجه داستان مدرن وارفار 2 میتوان به گوست، یکی دیگر از اعضای نیروهای ویژه که ظاهر منحصر به فردی دارد، و شپرد فرمانده کل این یگان اشاره کرد. کمپین این بازی از این نظر جالب بود که گاهن بیشتر از یک تجربه نظامی همانند یک فیلم اکشن بود. سازندگان در این بازی بیشتر روی صحنه‌های هیجان انگیز تمرکز کرده بودند که گاهن انگار مستقیما از فیلم‌های جیمز باند بیرون آمده بودند. حالا این تغییر چه خوب بوده باشد چه بد، مدرن وارفار 2 از این نظر روی بازی‌های آینده کال آف دیوتی تاثیر گذاشت و بخش‌های داستانی آینده با هر بازی بیشتر و بیشتر هالیوودی شدند. و البته نمیتوانیم از کمپین کال آف دیوتی مدرن وارفار 2 صحبت کنیم و اشاره‌ای به مرحله نو راشن نداشته باشیم. در این مرحله که به عنوان یکی از بزرگترین جنجال‌های تاریخ گیم شناخته می‌شد، بازیکن به عنوان یک نفوذی با ماکاروف و گروهش در یک عملیات تروریستی همراه می‌شد. این عملیات تروریستی چی بود؟ قتل عام وحشتناک شهروندان بیگناه در فرودگاه مسکو. با اینکه بازیکن هیچ وقت مجبور نمی‌شد خودش تیراندازی کند و حتی می‌توانست این مرحله را به کل رد کند، اما در هر صورت نو راشن جنجال بزرگی در فضای داخل و خارج از گیمینگ ایجاد کرد، تا حتی که برخی آن را یک تمرین برای عملیات تروریستی واقعی می‌دانستند. Yeah, I'm cutting through history class now.